افسانه خیال پرست. در یک دهه پیرزن زندگی میکرد. بسیار کمبغل بود و در بساطش غیر از یک مرغ دیگر مالی نداشت. این مرغ هر روز یک تایی تخم میکرد. کمپیر تخمها را در سبد جمع می آورد. پیرزن یک پسر هم داشت که خیلی تنبل بود. هیچ کاری نمیکرد. فقط خوردن و خوابیدن را میدانست و بس. فرزند به سرش شعله بارد هم خوشش نمی آمد که از جای خیزد. باری زن به پسرش گفت: دیده استاده ای که بچه، من اکنون پیر شدم. دیگر برای یک لقمه نان هم کار کردن برایم مشکل است. اکنون وقت آن رسیده است که تو درباره کار فکر کنی. همه مردها با کار مشغولند. تخته کش میکنند و حاصل میبردارند. باغی را آباد میکنند. با یگان هنر یا تجارت مشغول میشوند. تو یگان کار کردن میتوانی. کسب هم نداری. حداقل به تجارت مشغول شو. شاید یگان پول پچک کار کرده توانی پسرم. پیرزن این گپ ها را گفته به دست پسرش سبد تخم را داد تا به بازار برده سودا کند. تنبل خوجه کار بیزار اول پشت سرش را خاریده بعداً سبد را برداشته سوی بازار رفت. اما در نصف راه خود را خسته و لکات حس کرد. او زیر سایه چنار تناور دراز کشید و سبد پری تخمها را به پایان پایش گذاشت. دستانش را زیر سرش بالینوار ماند و چشمانش را پوشید و به کوچه های خیالات در آمده رفت. در این سبد کمش 50 دانه تخم هست. تخم ها را می فروشم و با پولش یک خروس و چند ماکیان می خرم. همین که مرغ 100 دانه تخم زایید، آنها را به زیر ماکیان کرک می خوابانم. از 100 تخم 100 چوجه می براید. چوجه ها کلان شده به تخم می درآیند. در اندک وقت کمش 5000 تخم میگون دارم و از 5000 تخم 5000 چوجه میگیرم. چوجه ها هم کلان شده ماکیان میشوند. 5000 ماکیان. این مرغ ها را فروخته با پولشان گوسفند میخرم. 1000 گوسفند. گوسفند ها هم انا من نگفته بره میزایند. برچه ها کلان شده باز گوسفند میشوند. یک رمه گوسفند. این گوسفند ها هم بره میزایند و کلان میشوند. من صاحب چندین رمه میشوم. نصف گوسفندان را میفروشم و با پولش قصری میسازم که نه کمتر از قصری پادشاه باشد. انا بعد من به دختر پادشاه خواستار میفرستم. پادشاه دولت و ثروت مرا دیده دختر زیباترینش را به من میدهد. میگویند که عادتا دختران پادشاه از همه زیبا و از همه بدفعل و مغرور میشوند. با زن مغرور زیستن کار مشکل است. البته من پس از خانه‌دار شدن سر شاخ غرور شاخ دختر را میشکنم و مجبور میکنم که گپم را گوش کند. اگر مرا گوش نکند من این طور یک لگد میزنم. پای تنبل به چیزی رسید و سخت در بیافت. وای این چی بود؟ از ترس و اضطراب پسرک با داد و فغان از خواب بیدار میشود. چشمانش را میکشاید و با دلی لرزان میبیند. همه تخم ها واقعا شکستند. این مصیبت مادر پیرش را به یادش میآورد. دلش ریش میشود. با چشمان اشکبار با دستان خالی از زیر درخت میخیزد و خاموشانه رهسپار میشود. در راه با پیرمرد روبرو میآید. میبیند که پسرک گریه میکند. پیرمرد نظامش را نرم میکند و میپرسد: پسرم چی شد؟ چرا اشک میریزی؟ پسرک با گریه حکایه میکند. دل پیرمرد به حال او میسوزد. اسکریپکه را که در دست داشت به پسرک دراز میکند و آرام میگوید: انا این تحفه من برای توست. اسکریپکه نوازی را یادگیر. آن روزی و بخت و راهت را میکشاید. با گفتن این سخنان پیرمرد ناپدید می شود چون سایه در نور. راه رفته پسرک
به یک شهر کلان می رسد. در کنار شهر بیشه زیبا و دریای جاری بود. هر روز زیر سایه درختان و صدای نرم آب مشق اسکریپکا می کند. روز پسی روز، ماه پسی ماه، نوای او بهتر و بهتر می شود. نهایت به یک استاد مشهور اسکریپکا تبدیل می یابد. اولین شنوندگانش حیوانات بیشه بودند که با حیرت گردش جمع می آمدند. بعداً مردم شهر نیز مفتون نوای او شدند و او را به توی شادیشان دعوت می کردند. با همین راه پسرک چند مدت زندگی آباد و پول فراوان به دست می آورد. سپس با سری بلند و دلی پر از محبت به دهه خود بر می گردد و تا آخر عمر پشتیبان و دستیار مادر پیرش می شود.